من همچون استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان که از سال 1972 قریب 50 سال می شود اونجا شده کار میکنم. تمام مردم تاجیکستان، استادان، شاگردان، همکاران، آنهایی که امروز در تاجیکستان نیستند لیکن در دیگر دولت ها تاجیکستان را حرمت میکنند و دیگرها معرفی میکنند. این روزی سعید 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را تبریک میگم و همه آنها سلامتی خواسته. البته برای تاجیکستان نسبت به دیگر دولت های سابق مشترک منافع این استقلالیت همچون نامده است. اگر ما گوییم که در بسیار حالت ها از صفر سر کردیم یگان خطا نمی کنیم. در دیگر دولت ها این سابق اشتر تینجی بود، آسودگی بود، لیکن در ما جنگ گرجدنی شد که ما را اقتصادیات ما را چندین سال آخر به پرتافت. رحمت به پیشوای ملت، رحمت به تمام خلق تاجیکستان که با راهبری پیشوای ملت انا همین کمبودی های برطرف کردند و امروز تاجیکستان رو به ترقی گذاشته است، سطح زندگی بلند شد، شماره مکتب ها زیاد شد، جوانان، نورسان، این همش نشانه آن که ما تیج و آباد هستیم. البته علاقه اقتصادی سیاسی بین تاجیکستان با دیگر دولت های جهان امروز زیاد شد، نفت شد. بنابر همین هم ما امروز گفته میتونیم که ما رشد داریم، هم به خطری آذوقه‌واری، هم حاضر صنعت کنونی جمهوری که کارخانه های نو پیدا شده از حساب مصالح اشیای خام تاجیکستان آنها کار کرده ایستاده اند. این جای کاری نو، این علاقه های اقتصادی نو، چون ما میتوانیم محصولاتمون به مانند سمنت که امروز چندین دولت ها از ما میخرند و فروش برآوریم. برای تمام مردم تاجیکستان در خطر آنها و همه آنهایی که تاجیکستانیان را دوست می‌دارند، حرمتشان می‌کنند، این روز استقلالیت دولت را تبریک گفته، سلامتی به کارهایشان برگزیده خواهانند.